سلام. امروز میخوایم در مورد 5 واژه‌ای که تو مرحله سوم مسابقات ازشون استفاده شد با هم صحبت کنیم. واژه اول آبیشکن، عطسه، لابدان، عنکبوت، آرسو، اشک چشم، پوتال یا پوتار یا پیتار که به نوع‌های مختلفی تو استان گیلان صدا زده میشه یعنی مورچه. اما در آخر کلمه‌ای که خیلی ها رو به شک انداخت و باعث شد که اشتباه کنن ماز یعنی واکس. من شما رو ارجاع میدم به جمله یکی از دوستانمون که برام فرستاده بود و گفته بود پدر بزرگم همیشه به من میگفتش که زای جان ایپچه می کفش ما رو ماز بزن. امیدوارم که از این سری هم خوشتون اومده باشه و منتظر مرحله بعدی مسابقات هم باشید.